سلام دوستان. ما دوباره اومدیم با یه آموزش حاجی کاستوم زدن که خیلی حاجی پرسیدید حاجی چجوری کاستوم بزنیم، چه نوعش باشه. حاجی ما اینجا 0 تا 100 حاجی بهتون یاد میدیم توی فری فایر. حاجی کاستوم بزنیم یکی از مهمترین بخش های فری فایر که کل زیاد توش داریم. کلن اصلا کاستوم رو از فری فایر جدا کنی هیچی برای فری فایر نمیمونه. بخش مهمی از فری فایر، حتما ببینید ما رو تنظیماتشون رو بهتون میگیم 0 تا 100 و شاید چیزایی نمیدونستید ما بهتون میگیم اطلاعاتتون بره بالاتر. خب آقا اول این که ما باید چجوری کاستوم بگیریم. آقا کارت کاستوم، 2 تا کارت کاستوم داریم فعلا. یک کارت کاستوم زرد داریم، یک کارت کاستوم آبی. کارت کاستوم آبی توی فری فایر مکس معمولا میده، و اما کارت کاستوم چیز زرد باید شما توی گیلد باشید. روز جمعه ها تورنمنت پر میکنن، باید بیشتر از 1800 تا پر کنید تا بهتون کارت کاستوم رو. اینترنت الان ضعیف اومد. الان ما 2000 خورده تا جمع کردیم. روز جمعه آجی روز استارت تورنمنت هاست برای جمع کردن گلوری. ما حاجی تقریبا 2000 خورده گیلد ما جمع کرده، چیز زیاد هم جمع نکردیم، معمولا تا 3000 تا جمع کردیم. خب بعد موقعی که جمع شد فرداش یعنی شنبه میتونید روی رسیف بزنید لیدر گیل یا آفیسر، بعد بهتون یه دونه کارت کاستوم به همه میده. خب این بخش حاجی. وقتی که کارت کاستوم ها رو گرفتیم توی پیام ها قسمتش میاد میگیریم کارت کاستوم رو میزنیم کلایمر میگیریم اشالا. بعد میزنیم برای اینکه بخواید کارت کاستومتون رو استفاده کنید میزنید رو کلاسیک، میزنید رو کاستوم. اینجا نوشته اینها کاستوم رو خیلی راحت روش کلیک میکنید. اینجا تعداد کارت کاستوم هایی که شما از قبل داشتید جدید گرفتید. من 8 تا کارت کاستوم دارم. این کارت کاستوم مال کارت کاستوم زرد حاجی. این قسمت کاسوال کرافت لند حاجی مال کارت کاستوم آبیه که جدید اومده. این هم مال پترون بره، 11 تا ازش دارم مثل امانگاس بازیش. این هم که مال لیگ ما کلا جداست، مال عرباست. خب حاجی بیا کارت کاستوم آبی ندارم ولی کارت کاستوم زرد حاجی بهتون آموزش میدم. کارت کاستوم آبی هم تقریبا شبیه همینه، البته اونجا میتونید مپ بشید و بچینید و فلان و فلان و بسن. حاجی میریم همینجا میزنیم کریت اینجا. همین سادگی میاد اینجا. حالا اینا چیه حاجی؟ اینجا روم نیم، اسم کاستومتونه. من معمولا اسم خودتون رو تو بازی میذارن اینجا پسورد رمز رو میذارید هرچی باشه فلان و بسن اله. اینجا گیم مودای مختلفی داره، کلاسیک داره، راشور داره. معمولا یا از کلاسیک استفاده میکنم برای مسابقات، کلاسیک معمولا استفاده میکنم، ولی برای کل و مل و اینا از کلش اسکواد، مود کلش اسکواد میذارن رو اسکوادی. اینجا مپ میتونی مپ رو انتخاب کنی کدوم مپ باشه، برمودا باشه یا برمودا ریمستری هر کوفتی. معمولا برای کاستوم های فایتی کل اینو انتخاب میکنن کلش اسکواد، دیگه بقیهشون زیاد مهم نیست. برای مثلا کاستوم های جم و 100 جمی که 40 نفر میان کلاسیکو میذارن. اینجا هم قسمت تیم مود سولو 2 اسکواد 2 نفر تک نفر 2 نفر اسکوادی تیمتون رو میتونی بچینی. مثلا دوست داری تو کاستوم تو کلاسیک البته میتونی این کارو بکنی، همش میتونی انتخاب کنی یا تک نفره باشه یا 2 نفره یا اسکوادی، ولی تو کلش رنگ چون که 4 نفره است اسکوادی فقط میاره. آقا پلیر اینجا تعداد پلیر معلوم میکنم. مثلا اگه بذارمش رو کلاسیک میتونید تعداد پلیر رو مشخص کنید، 20 نفر 30 نفر 48 نفر. اسپکتاتور حاجی اینجا خیلی سوال کردن اسپکتاتور چیه. اسپکتاتور حاجی همون بیننده است، ویور که میان تو کاستوم، میتونید تعدادش رو اینجا مشخص کنید.
خب ما بذاریم کلش اسکواد، چون بخش اصلیمون اینجاست. کلش اسکواد خیلی معروفه کاستوم ما. بعد میریم قسمت گیم. تا اینجا شو ای اوکی باشه یاد گرفتید. کامپلت مود میذارین، کریزی مود نذارید. کریزی مود یه چیزای اضافی هم بهش اضافه میکنه، لازم نیست بذارید، چون هم کمپتیتیو مود چی همونا رو بذارید. راندو بذارید تا رو 13 معمولا میذارن، بذارید رو 13 برای کاستوم بی نهایت هاجی دارم میگم. دفولت کوین اینجا قسمت پوله، من معمولا میذارم رو 1500. ای پی قارچه میتونید تغییرش بدی، بذاری رو 1000. اچ پی جونت 2500 یکی یه دونه هرچی. های جامپ هاجی، جامپ هایت نمیگه های جامپ، پرشه میزنه، پرشه چقدر پرشه، بپری بالا بپری من اینو بذاری 400 هاجی، یه جامپ بزنی میری تو هوا. موومنت اسپید سرعت بازی، سرعت کاراکترته، میذاری رو 100. آقا خیلی ها پرسیدن حاجی ما چیکار کنیم یخمون بی نهایت بشه تو کاستوم. آقا اینه این گزینه رو حاجی باید بزنی نو. لیمیتد آمو چی هم امو لیمیتد آمو، اینا حاجی کلن، حالا من شاید اشتباه بگم تلفظش، اینا حاجی میذاری نو، بی نهایت میشه، هر چقدر دلت میخواد یخ بزن. کاراکتر اسکیل حاجی اینجا بخش مهمیه، مثلا اونایی که اسکایلر دارن، رونالدو دارن یا غیره و غیره، اگه این گزینه رو نو کنی برای همه حاجی کاراکتراشون دیگه اصلا هیچ کاراکتری رو باز نمیشه تو بازی. یعنی اگه شما مکسیم داشته باشی دیگه نمیتونی از قدرتش استفاده کنی، اگه بذاریش روی نو. اگه یس باشه که میتونی استفاده کنی. UAV ایرشیپ هم بالونه فرند ریفایر این جدید اومده، فکر کنم بتونی دوستتو حذف کنی تو بازی یا نمیدونم اینجور چیزا. انوایرمنت نایت دی نایت، این مال روز و شب توی کاستوم معمولا فکر کنم. فال دمیج هم حاجی مال موقعیه که اگه یه جا بلند باشی، روی مثلا یه جای بلند، روی یه جای خیلی بلند بپری پایین، اگه این نو باشه دمیج بهتون حاجی وارد نمیشه. از جای خیلی بلند بپری اگه این گزینه نو باشه دمیج بهتون نمیخوره. ایردروپ هم که مال ایردراپ یا استیکل ماشینه، ایرستیکل اینا حالی جدید زیاد هم مهم نیست. های تیم نیکل ها این مال جدید اومده، میتونی اسم بازیکناتو هاید کنی، یعنی مخفی کنی. اگه اینو یس بذاری اسم یارات دیگه تو بازی معلوم نمیشه. حاجی یه چیز دیگه هم گفتم قبل، دوستان گفتن چجوری پی سی بازار رو بیاریم. تو قسمت ابسرو میزنید بلوک امولاتور حاجی بزنید روی نو، پی سی بازار هم حاجی میتونن بیان توی کاستومتون مستقیم بدون که رمز آیدی بدید. قسمت خیلی مهمیه اصلا، اگه شما لپتاپی پی سی بازی چیزی بخواد بیاد این قسمت ابسرو میذارین. دیت اسپیشال حاجی مال موقعی که وقتی که یکی شما رو میزنه نمیرید دیگه روی ویو طرف، رو ویو طرف حاجی نمیرید اگه نو باشه. آره اگه نو باشه حاجی روی ویو طرف دیگه نمیرید، میرید برای راند بعدی تقریبا اینجور چیزایی. ادوایس ستینگ حاجی جدید اومده که میتونی حاجی خودت دست کاری کنی. در واقع این مال قیمت گاناست، فاماس قیمتش چقدر باشه، UMP قیمتش چقدر باشه. البته این خودم این چیزا رو الان جدید اومدم توش، معمولا اینا رو دستکاری نمیکنی ولی میتونی حاجی خودت تغییر بدی. اینجا فکر کنم مال قیمتشه اگه اشتباه نکنم. رایفل مال نوع گاناست، اسنایپر AWM قیمتش آره 2200. قیمتشون حاجی میتونید کم زیاد کنید، باید کمش کنید و زیادش کنید. اودرز مثلا SMG MP40 کجاست؟ MP5 VSS کورد کجا MP40 MP60 SMG من MP40 برای نشش 2000 تا مثلا قیمتش بیارید روی 400 به همین سادگی. به نظر این بهتون خیلی به درد میخوره تو کاستومات، کمتر استفاده میشه جدید، چون جدید اومده کم استفاده میکنه.
اکونومی راند معمولا 13 راند 15 راند. اینا چیزهای جدید هاجی، زیاد خودم هم نمیدونم. کیل 200 راند تو، ولی اینا زیاد مهم نیست. ها این مال چیزه، این راند اول حاجی میگه چقدر پول میده بهتون، 500. راند سوم مثلا 1100 تا بهتون میده، راند پنجم 2100 تا، راند هفتم 3000 تا پول بهتون میده. مثلا میتونی راند اول رو ببری رو 3000 تا، اینقدر بهتون پول میده. راند دوم مثلا میتونی ببرید رو 3000 تا، اینقدر بهتون پول میده. این بخش حاجی پول بازی، میتونید دستکاری کنید، کم و زیادش کنید. فکر کنم دیگه چیز، البته این کارت کاستوم حاجی فکر کنم قرمز میخواد، چون اسپیشال این جدید حالا نیده بودم، شاید در آینده بیاد، نمیدونم. ولی فکر کنم هم کارت کاستوم معمولی میخواد، شاید اشتباه دارم، ولی هم کارت کاستوم معمولی میخواد، چون قرمز جدیدن تا حالا نیده بودم. مال چیزه روم اسپیشال که بعید بدونم میخواد کارت قرمز، هم کارت کاستوم زرد. الان شد زرد. آیا چی کار کردیم که شد قرمز؟ فکر کنم اینو ادوایس ستینگ رو فعال کردیم، کارت کاستوم قرمز بخواد برشون. چیزای جدید اومده تو بازی، قدیمی ماجید، چیزای جدید میاد زیاد اطلاع نداره. کلاش اسکواد که میذاری توی قسمت ستینگ اینو فعالش کنی میشه قرمز، کارت کاستوم قرمز میخواد بجی، حالا نیومده فعلا. اگه دوستان بازم سوالی داشتید میتونید بپرسید زیر کامنت ها و کامنت بذارید اگه جای مشکل داشتید. فعلا